آهنگ جدید عاشقانه لیما امیری و حسام فرزان نشر شد. لیما امیری در امریکا و نرمند شد. رازهای ناگفته زندگی لیما امیری در امریکا، افشای حقایق و رازهای جالب زندگی حسام فرزان در کانادا. لیما امیری چرا و نرمند شد؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. لیما امیری یکی از مجریان موفق با استعداد و توانایی کشور، یکی از چهره‌های مشهور و شناخته شده در رسانه‌های افغانستان بود و از سن طفولیت کار در رسانه‌های افغانستان را آغاز کرد. برنامه‌ای با غلام سخی به نام هوای تازه نشر می‌کرد که همواره مورد حمایت و استقبال گرم افغان‌ها قرار می‌گرفت. لیما امیری در کشور کانادا بعد از تحولات سیاسی در افغانستان مهاجر شد و در کانادا مانند قبل به کارهای هنری و رسانه‌ای‌اش آغاز کرده است. جدید لیما امیری می‌خواهد در کانادا هنرمند شود و قرار است اولین آهنگ خودش را با حسام فرزان نشر کند. این همه در حالی است که لیما امیری در سن طفولیت هم آهنگ‌های فراوانی سرود که مورد حمایت و تشویق گسترده افغان‌ها قرار می‌گرفت. اما سرودن آهنگ جدید وی با حسام فرزان در صفحات مجازی بار دیگر غوغاهایی را ایجاد کرده است. مورد حمایت و تشویق گسترده افغان‌ها قرار گرفته است. لیما امیری در کشور کانادا مصروف ادامه تحصیلاتش است و تاکنون چندین بار صورتش را مانند مدلان عربی جراحی کرده است. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این بانوی با استعداد کشور از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم و در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از لیما امیری خواهیم بود. همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان لیما امیری و حسام فرزان به اشتراک بگذارید. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.